در مرکز سالمگردانی سوخت بستی اول استراحت و فراغت کودکان و نورسان آغاز یافت. طبق اطلاع مسئولین در بست یکم 235 نفر کودکان و نورسان از تمام شهر و نویه‌های ولایت سوخت به استراحت و فراغت جلب گردیدند. مسئولین اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت از غمخوری‌های پیوسته حکومت مملکت شرایطی فراهم گردیده در مرکز سالمگردانی سوخت یادآوری نمودند. علاوه نمودند که در این مرکز فرزندان آموزگاران، کارمندان ساحه معارف، اعضایان اتفاق کسبه، کودکان یتیم و از عائله‌های نیازمند بیشتر به استراحت و فراغت جلب کرده می‌شوند. من منتظری خود را از نام همه خوانندگان مکتب اینترنت و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما همیشه شرایط ها را مهیا کردند. من با بهای خوب الله خوانده در آینده میخواهم که برای خلق وطن خود خدمت نمایم. با مقصد خوش و خاطرمان سپری شدن تعطیل تابستانه خوانندگان در استراحتگاه‌ها شرایط ضروری فراهم آورده شده محفل‌های معرفتی سالمگردانی عمل می‌کند. مرکز سالمگردانی سوخت دارای میدانچه‌های ورزشی زمانوی فوتبال و والیبال، آمفی‌تئاتر برای چورابینی‌های فرنگی، کتابخانه، صنفخانه کامپیوتری میباشد. در استراحتگاه تشکیل بازی‌های گوناگون ملی، مسابقه‌های ورزشی، ششکه و شاهمات، تنیس روی میز، والیبال و فوتبال به راه مانده شده است. اینچنین تشکیل محفل‌های گوناگون آموزشی هنرهای مردمی از قبیل هنری دستی، کشیده‌دوزی، رسامی عمل می‌کند. За 3 дня я нашел много друзей. Тут очень весело. Мне очень понравилось отдыхать в этом лагере. По тихим вечеркам мы играем в разные игры. У нас есть кабинет информатики технологий, где мы занимаемся технологией. Мы очень любим наших учителей. Я очень советую моим ровесникам или моим одноклассникам прийти сюда отдыхать. طبق اطلاع وزارت معارف و علم سال روان در تاجیکستان قریب 5000 استراحتگاه نزد مکتبی، ورزشی، سناتوری، سالمگردانی، مهنتی آماده گردیده بیش از 250,000 نفر کودکان و نورسان به استراحت و فراغت فرا گرفته می شوند. در ولایت سوخت با مقصد بیشتر جلب نمودن کودکان و نورسان به استراحتگاه‌ها تدبیرهای ضروری اندیشیده شده فعالیت آنها زیر نظارت قرار دارد. با مقصد با ثمر سپری شدن تعطیل تابستانه خوانندگان هنگام قرار داشتن در استراحتگاه‌ها کودکان و نورسان بیشتر به آموزش زبان‌های خارجی، کتابخوانی و کتابدوستی، مسابقه‌های ورزشی جلب می‌گردند.